بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ماده 223 قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. هر معامله‌ای که واقع شده محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. در این ماده عنوان شده که اصل بر صحت معاملاته و فساد معامله نیاز به دلیل داره. بنابراین تا زمانی که فساد معامله روشن نشه ما باید معامله رو حمل بر صحت بکنیم. پس در جایی که الفاظ به لحاظ عرفی معانی گوناگون دارن، مطابق این اصل باید الفاظ رو حمل بر معنایی بکنیم که عقد در اون صورت درست تلقی بشه. اگر مطابق یک معنا عقد باطل باشه، مطابق یک معنا عقد صحیح باشه، ما باید عقد رو حمل بر اون معنای صحیحش بکنیم. مثلا اگر من از شما ظرفی رو عاریه گرفتم، بعد موقع عاریه گرفتن گفتم ظرف رو قرض بده و ما در واقع مردد بشیم که این عقد قرضه که حکم به بطلانش بشه یا عقد عاریه است که حکم به صحتش بشه. خب ما باید علی رغم این که ظاهرا گفتن قرض، ما این رو حمله بر عاریه‌اش بکنیم، چون هیچ اراده‌ای در واقع اینجا خود عرف البته همچین مواردی رو خود عرف تبیین کننده قصد طرف هست که در یه همچین مواردی قصدشان قرض نیست. من فقط میخوام از این جهت به قضیه نگاه کنم که حتی اگر با عرف نشه احراز کرد که مقصود عاریه بوده، مردد باشیم بین این که حمله بر این معنا بکنیم یا حمله بر اون معنا. اینجا باید بگیم که اصل صحت به کمک ما میاد. البته ما یه اصالت و ظهورم داریم که ظاهر اینه که این عقدی که منعقد شده عقد قرضه. ما نمیتوانیم از این ظاهر دست برداریم به اصالت و ظهور تمسک بکنیم. این رو در ادامه من توضیح میدم که این قدرت اصالت و ظهور چه مقداره. پس ما اگر ظهور داشته باشیم، دلیل داشته باشیم، برخلاف اصالت و ظهور مطابق اون دلیل عمل میشه. این مثال قرض و عاریه که زدم فقط یه مقدار به خاطر تقریب ذهن بود و الا این مثال با این ایراد جدی مواجه هست که اولا در این جاها عرف مبین قصد طرفین هست که منظور اصلا در یه همچی مواردی قرض نیست. اگر یه همچی عرفی وجود نداشته باشه، ایراد دوم اینه که ما با تمسک به ظاهر باید بگیم مقصود همین قرضه و این بر اصالت و ظهور مقدمه که بعداً توضیحش میاد. ولی اجمالاً اگر در واقع لفظ تا به تحمل حمل بر یه معنای صحیح
و یک معنای فاسد رو داشته باشه الفاظ عقل، ما با تمسک به اصالت و ظهور باید اون رو حمل بر معنای صحیح بکنیم. به بیان دیگه، در تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی، یا در موردی که اشتباه در شخصیت طرف معامله یا وصف ذاتی مورد معامله شده یا نه شخصیت طرف در واقع اهمیتی نداره، یا وصفی که تخلف شده وصف ذاتی نیست، یا در مورد اینکه آیا مشروع بوده جهت معامله یا مشروع نبوده، آیا مخالف با قانون امری بوده یا نبوده، آیا عقد صوری بوده یا نبوده. ببینید همه اینجاها جای تمسک به اصالت و ظهور اصالت و صحه هست. شما در تعارض اراده ظاهری و باطنی اون مثال عاریه و قرض رو که برای شما زدم، همین تعارض اراده ظاهری و اراده باطنیه. اگر ادعا بکنن ما در واقع این ظاهر رو اراده نکردیم و دادگاه در واقع اراده باطنی رو مقدم میکنه و حکم به صحت عقد میده. ولی اگر در واقع اون طرف مقابل به همین ظاهر تمسک بکنه و نپذیره که خلاف ظاهر رو اراده کردن، اینجا معلومه که دلیل ظاهری دلیله و بر اصل صحت مقدمه. گرچه ما اصل صحت رو اصل عملی نمیدانیم، ولی قدرتش و کاربردش در واقع کمتر از دلیله و مؤخر از اونه، بین دلیل و اصل عملی هست. بنابراین وقتی ما دلیل داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه. یا جایی که من معامله انجام دادم به خیال این که این پسر رئیس جمهوره ولی دیدیم پسر رئیس جمهور نیست، خب حالا شک و تردید هست که آیا شخصیت طرف معامله در انجام معامله دخیل بوده به گونه‌ای که اگر پسر رئیس جمهور نمی بود من این معامله رو انجام نمی دادم، یا اینطور نیست. یعنی در واقع دعوای صحت و بطلان منوط بر اینه که ما این شخصیت رو طرف بگیم عمده بوده یا عمده نبوده. ما با اصالت و صحه نمیگیم شخصیت در واقع علت اصلی قرارداد بوده، میگیم شک ما در این قرارداد باطل است یا نه. اصالت و صحه همین اندازه میگه در اصل بر صحت مگر فسادش آشکار بشه. بنابراین شما باید بگید قرارداد صحیحه مگر اینکه طرف مقابل ثابت بکنه که شخصیت طرف علت اساسی انعقاد قرارداد بوده. در اختلاف در وصف ذاتی و وصفی که دخیل در ماهیت موضوع هستم به همین صورت. از مثالهای دیگه اینه که مثلا شخص مدعی بشه که معامل در حین معامله مجنون بوده و معامله ما اصلا باطل بوده چون من با مجنون معامله کردم. خب اصل صحت اقتضای صحت معامله رو داره، پس بار اثبات این که شخص مجنون بوده بر دوش اونه که بیاد ثابت بکنه که این مجنونه، مگر اینکه مثلا سابقا حکم جنون اگر صادر شده باشه میشه با استصحاب جنونش رو چیکار کرد؟ استصحاب کرد. در هر صورت ببینید منی که میگم مجنونه باید ثابت بکنم یا ادله جدیدی بیارم، یا اگر قبلا جنونش یک مثلا جنون ادواری داشته مجنون بوده، الان شک داریم که از حالت جنون بیرون آمده یا نه، طرف بیاد به استصحاب تمسک بکنه.
یا اگر مثلا عقد با قانون مخالف باشه، تردید بشه که این قانونی که عقد باش مخالفه قانون امری است یا تکمیلی. خب اگر قانون امری باشه عقد باطله، ولی اگر قانون تکمیلی باشه مشکلی نداره. خب اینجا اصالت و صحه میگه عقد صحیحه، نمیگه قانون امری است یا تکمیلی. یعنی بخواد بگه قانون امری است یا تکمیلی میشه اصل مثبت، نه، میگه قرارداد صحیحه، اونی که میگه مخالفت با قانون امری شده پس باطله باید بره اون ثابت بکنه این قضیه رو. یا در صورت تردید در وقوع ظاهری عقد و تحقق ترازی و داشتن نیابت، آیا سوال اینه که اینجا اصل صحت جاری میشه؟ خب ما تا اینجا با اصالت و صحه حکم به صحت عقد میکردیم در کجا؟ در اون جایی که وقوع عرفی عقد مفروغ عنه بود. حالا شک داشتیم که آیا یه امر غیر قانونی وجود داشته، یک امر مخالف وجود قانونی قرارداد وجود داشته یا نداشته که عقد رو باطل بکنه، اصل صحت جاری میشه. اما اگر ما در خود وقوع ظاهری عقد تردید داشته باشیم که آیا اصلا عقد ظاهرا واقع شده یا نه، اینجا دیگه نمیشه به اصالت و صحه تمسک کرد. یا اگر ما میدانیم دیگری معامله انجام داده، شک داریم که آیا معامله دیگری نیابت داشته یا نیابت نداشته، خب اینجا جای اصالت و صحه جاری کردن نیست، به خاطر اینکه وقوع عرفی عقد از طرف مالک محرز نیست. در صورت وقوع عرفی مستند به مالکه که نیابت درست باشه و با اصالت و صحه نیابت رو نمیشه چیکار کرد؟ احراز کرد. در موردی که ما تردید داریم که معامله فضولی هست یا فضولی نیست، آیا اصل صحه قابل استناده؟ اینجا در رأی دیوان هست اگر تردید در فضولی بودن معامله باشه اصل صحه جاری نمیشه. اصل صحه نمیتوانه در واقع اثبات بکنه که معامله در واقع فضولی نیست، چون تردید در فضولی بودن معامله یعنی تردید در این که آیا این معامله‌ای که برای غیر واقع شده طرف وکیل بوده یا نبوده. میگه در واقع شما نمیتوانه نیابت رو با اصالت و صحه اثباتش بکنی. یه مطالبی در رابطه با اصل و صحه در واقع باید مطرح بکنیم، عمیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم که مفاد این اصالت و صحه برای ما روشن‌تر بشه. ببینید اصالت و صحه که مصادیق مختلفش رو در حقوق برای شما الان مثال زدم، از قواعد فقهیه که میگه باید فعل غیر حمل بر صحت بشه هنگامی که شک در صحت و فساد اون باشه و باید آثار فعل صحیح رو بر فعل غیر ما بار بکنیم، خواه فعل غیر عقد باشه یا ایقاع. و حتی در عبادات هم این اصالت و صحه چیه؟ جاری میشه. بسیاری از فقها عنوانی که انتخاب کردن اصالت و صحه فی فعل الغیره، یعنی
یعنی در واقع این بیانگر اینه که اصل صحت رو نسبت به فعل غیر جاری میدانند و شخص نمیتوانه نسبت به فعل خودش به اصل صحت تمسک بکنه. ظاهر این عبارت عدم جواز تمسک مکلف به این قاعده در اثبات صحت فعل خودش هست. من الان نماز خواندم، شک پیدا میکنم اصل صحت جاری میشه یا نمیشه. معامله انجام دادم، اصل صحت خودم نسبت به خودم میتوانم اجرا بکنم. ظاهر ماده قانونی هر معامله که واقع شده محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، یعنی در رابطه با دیگرانی که معامله رو انجام دادن شما باید معامله اونها رو حمل بر صحت بکنید. این قدر متیقن این رو میفهمانه. حالا هم محمول بر صحت است، هم این اصل صحت نسبت به نسبت به عمل دیگری جاری است و هم نسبت به فعل من یا فقط عمل دیگری. این ظاهر ماده با هر دو سازگاره و احتمالاً نویسنده های قانون مدنی این قول دوم رو اخذ کردن که برخی دیگر آن را با عنوان اصالت و صحت فی فعل نفس و الغیر مطرح نموده و آن را هم در فعل خود و هم در فعل غیر جاری دانستند. یعنی اصل صحت نه فقط نسبت به فعل غیر، نسبت به فعل خوده. نه فقط معامله‌ای که دیگری کرده ما باید حمله بر صحت بکنیم، خود من هم معامله‌ای که انجام دادم نسبت به خود من هم اصل صحت میشه؟ جاری میشه. یه اختلاف دیگه این هست که آیا اصالت و صحت در افعال مسلمان هاست یا نه هر عاقلی عملش حمله بر صحت میشه؟ این هم اختلافیه که برخی معتقدند فقط در افعال مسلمان هاست، برخی هم نسبت به فعل هر عاقلی جاری میدانن که قانون مدنی ما هم اطلاق شامل هر فرد عاقل و هر فرد معقول و متعارفیه و اختصاصی به مسلمان ها نداره. خب کجا اصالت و صحت جاری میشه؟ ما مثال ها و مصادیقش رو بیان کردیم ولی قاعده رو تا الان عنوان نکردیم. قاعده مورد بحث یعنی اصالت و صحت در جایی است که شبهه موضوعی و منشأ شک اشتباه امور خارجی باشد. ببینید ما یه وقت شبهه‌ای که داریم شبهه موضوعی است و یه وقت شبهه حکمی. شبهه موضوعی مربوط به موضوعات خارجیه. من میدانم که خوردن شراب حرامه ولی نمیدانم که این مایه شراب یا شراب نیست، شراب یا آب انگوره. این میشه شبهه موضوعی. یعنی در شبهه موضوعی شمای مکلف خودت باید جستجو بکنی ببینی که این شبهه برطرف میشه یا نه. رفع شبهه دست قانونگذار و شارع نیست. اما یه شبهه حکمی است که اون شبهه حکمی رفعش به دست قانونگذار شارع. مثلا من نمیدانم که آیا کشیدن سیگار حرام هست یا نه. این شبهه در حکم شرعیه. از نظر آیا قانونگذار سیگار رو حرام دانسته یا ندانسته؟ شارع سیگار رو حرام دانسته یا ندانسته؟ یا قانونگذار آیا در واقع کشیدن سیگار رو عمل مجرمانه میداند یا نمیداند؟ این میشه چی؟ شبهه حکمی. پس ما یه شبهه موضوعی داریم، یه شبهه حکمی. حالا میگه اصالت و صحت در جایی است که شبهه موضوعی و منشأ شک اشتباه امور خارجی باشد، برخلاف موردی که در صحت حکمی تردید شود و منشأ شک
دلیل آن حکم باشد که در این صورت اصل مزبور جاری نمی‌گردد. ببینید مثلا شما یه وقت معامله معاطاتی نمیدونید صحیح هست یا نه و الان نمیدانید این معامله معاطاتی رو صحیح بدانید یا نه، منشأ شک شبهه حکمیه. نمیدونید اصلا معامله معاطاتی رو شارع حرام یعنی جایز دانسته یا جایز ندانسته. اینجا در واقع شک در صحت معامله معاطاتی است و منشأ شک در واقع برمیگرده به شک در حکم و رفع شک هم دست قانونگذاره. اینجا نمیشه با اجرای اصالت و صحه حکم به صحت این عقد کرد. حالا اگر شما شک ندارید که بیع معاطاتی جایزه، میایید به صورت معاطاتی معامله رو انجام میدید، شک میکنید که این بیع معاطاتی که در خارج محقق شد صحیح واقع شد یا صحیح واقع نشد. مثلا من که میرم ماشین رو داخل پارکینگ میذارم، بیرون میام اجاره معاطاتی رو میدانم که صحیحه. حالا به این شکلی که رفتم داخل، طرف چیزی نگفته، بعد بیرون آمدم اما نرخ ورود ماشین مشخصه، اجاره معاطاتی با این شرایط ایجاد شد یا نه؟ اینجا در واقع شبهه ما شبهه موضوعیه، یعنی شک داریم این مصداق خارجی، مصداق معاطاتی که میدانیم صحیحه و جایز هست، آیا مصداق اون معاطات هست یا نه؟ اینجا میشه شبهه موضوعی. خب در شبهات موضوعی که منشأ شک اشتباه امور خارجیه، من این سبک و سیاقی که اون ورودی رو میگیرن به این صورت، وارد میشی فقط یک کارتی بهت میدن، خارج میشی مبلغ رو باید حساب میکنن، شک دارن که آیا با این امور خارجی به این شکل شرایط معاطات محقق شده یا نه. شرایط نه در اصل وقوع تعاطی، من ماشین رو آوردم، مبلغی رو هم به شما دادم، اصل وقوع معاطات رو شک ندارم. شک من اینه که آیا شرایط اجاره معاطاتی مثل این که باید منفعت معلوم باشه، اجرتش هم باید مشخص باشه، آیا شرایط محقق شد یا محقق نشد؟ اینجا جای اصالت و صحه است. اما اگر من اصلا وقوع اجاره و بیع معاطاتی رو با عنوان اجاره و بیع صحیح شک دارم اصلا قانونگذار معاطات رو در اجاره صحیح دانسته باشه، شک دارم که اجاره معاطاتی صحیح هست به طور کلی یا نه. یعنی شک من شک در حکمه، نه شک در یه مصداق، نه شک در این مورد خارجی. اینجا اصالت الصحه جاری نمیشه چون شبهه حکمی است. بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم که اصالت الصحه یعنی جایی که ما در امور موضوعی شک داریم، در شبهات موضوعی شک داریم، اینجا اصل بر صحته. این اصالت و صحه برخی اون رو اختصاص دادن به فعل غیر، یعنی فعل غیر رو فقط میشه حمله بر صحت کرد،
اما برخی دیگه گفتن که نه، اصالت الصحه هم نسبت به فعل غیر جاری است و هم نسبت به فعل خودت. این یه مطلب. نکته دیگه این که اصالت الصحه رو برخی گفتن مربوط به افعال مسلمان هاست، ولی قول درست اینه که هر عاقلی عملی که انجام میده اصالت الصحه نسبت به عملش اجرا میشه. پس با این توضیحاتی که تا اینجا دادیم، اصالت الصحه در شبهات موضوعی اجرا میشه. در شبهات موضوعی نسبت به فعل خود یا غیر، چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی، اجرا میشه. و اون فعلم که اصالت الصحه اجرا میشه ممکنه عقد باشه، ممکنه ایقاع باشه، یا حتی در عبادات. اینی که در ابتدا آوردیم از قواعد فقهی است که بر حمل غیر بر صحت هنگام شک در صحت و فساد آن دلالت می کند. ببینید با توضیحاتی که به دنبال میاد، حمل بر فعل غیر قدر متیقنشه. ما میگیم فعل خود رو هم در واقع شامل میشه. هنگام شک در صحت و فساد، شک در شبهات موضوعی منظوره، نه شک در شبهات حکمی. خب ادامه بحث رو توجه داشته باشید در رابطه با اصالت الصحه. قانونگذار ما در این ماده 223 که میگه هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، اصل صحت رو با صراحت تمام پذیرفته و باید طرفین با توجه به اصالت الصحه به مفاد قرارداد و به تعهدی که با انعقاد قرارداد ایجاد شده ملتزم باشن، مگر اینکه ثابت بکنه هر طرف که معامله فاسد بوده. پس تا زمانی که فساد معامله ثابت نشده باید به مفاد عقد پایبند باشن طرفین. در اینجا اصالت الصحه میگن در برابر فساد به کار رفته، در حالی که در فقه ما در مقابل صحت هم فساد رو داریم در باب عقود، هم عدم نفوذ. بنابراین گفتن نمیتوان در موارد شک در نفوذ معامله، مثل موردی که بلوغ یکی از طرفین مشکوک است، به این استناد کرد. یعنی گفتن آقا ما در جایی که فقط شک در صحت و فساد داریم اصالت الصحه اجرا میشه، اما جایی که قرارداد غیر نافذه نمیشه با اصالت الصحه در مورد شک در نفوذ معامله بگی معامله نافذه. مثلا بلوغ یکی از طرفین اگر مشکوک باشه، ما اگر فرد نابالغ باشه قرارداد فاسد نیست، غیر نافذه. اینجا ما در واقع شکمان در اینه که آیا قرارداد نافذ هست یا غیر نافذ. اینجا گفتن که نمیشه به اصالت الصحه تمسک کرد. بعد آوردیم به نظر میرسد ظاهر این ماده اطلاق دارد و از اطلاق حکم به صحت تنها معامله‌ای که فساد آن معلوم شود خارج گردیده. از این رو معاملاتی که به دلیل احتمال عدم نفوذ صحت آن مشکوک گردیده است تحت اطلاق باقی میماند. این مطلب رو اگر تا آخر بحث صبر و تحمل داشته باشید، منظور ما در اینجا بهتر روشن میشه. ما میگیم که بله، ما اگر باشیم و اون اصالت الصحه در فقه که هیچ دلیل شرعی نداریم
که گفته باشه اصل بر صحت معاملات است. این اصالت و صحه در فقه در واقع حمل فعل دیگری بر صحت، این یک دلیل لفظی نیست و موردش هم مورد صحت و فساده. پس اطلاقی نداره که ما بخوایم بهش تمسک بکنیم در مورد نفوذ و عدم نفوذ. که آیا معامله غیر نافذ رو شامل میشه یا نه؟ در ماده 223 ما یک عبارت قانونی داریم میگه هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. یعنی اینجا هر معامله‌ای که واقع شده رو میگه نمیشه بگیم فاسده مگر اینکه فسادش چیه؟ آشکار بشه. این واقع شده باشد محمول بر صحت است، میتوانیم بگیم اینجا قانونگذار اصلاً متعرض حکم عدم نفوذ و نفوذ نشده که بخوایم به اطلاقش تمسک بکنیم. و امکانم داره شما بگید هر معامله که واقع شده محمول بر صحت است، این شامل معاملات غیر نافذ هم میشه چون فقط معاملات فاسد رو خارج کرده. یعنی میخواد بگه شما معامله‌ای که غیر بالغ انجام داده رو بگو صحیح تا زمانی که فسادش معلوم بشه. چه زمانی فسادش معلوم میشه؟ زمانی که غیر بالغ بودنش رو ثابت بکنی و ولی اون هم اون رو تنفیذش نکنه. ولی خب اینجا باید انصاف بدیم که این در واقع خلاف ظاهره. ما اینجا بنابراین این اصلاح رو اینجا به عمل بیاریم. من این رو میخوام بگم که ما در جایی به اصالت و صحت تمسک میکنیم که شک ما در صحت و فساده، در حالی که در جایی که معامله غیر نافذ یا غیر نافذ شک داریم شک در صحت و فساد نداریم. چون معامله اگر بالغ باشه فرد که معاملهش صحیحه، اگر بالغ هم نباشه باز معامله رو در صورتی میتونیم بگیم که فاسده و باطله که اون ولی یا قیم اون رو در واقع تایید نکنه. در هر صورت حکم به صحت و فساد در واقع حکم به صحت و فساد متعلق در واقع اون حکم در مرحله اول نیست. حکم یا فساد بعد از اینکه بلوغ یا عدم بلوغ اثبات بشه صحت و فساد مترتب میشه. در رابطه با احراز بلوغ میشه بعدش بگیم پس معامله صحیحه. در رابطه با غیر بالغ باز یه واسطه میخوره که ببینیم نظر اون ولی یا قیم چیه. بنابراین حکم به صحت و فساد مستقیما بر احراز در واقع حکم به صحت و فساد مستقیما مترتب نمیشه، بلکه مترتب میشه بر احراز بلوغ. و این که بگیم بلوغ رو احراز میکنیم پس نتیجه میگیریم معامله صحیحه، این در واقع با اصل صحت بلوغ ثابت نمیشه. با اصل صحت مستقیما صحت چیز میشه، احراز میشه. پس جایی ما میتوانیم به اصالت و صحت تمسک بکنیم که امکان احراز مستقیم صحت عقد وجود داشته باشه. اگر
واسطه‌ای در میان باشه، اینجا جای استناد به اصالت و صحه نیست. خب ما یه مواردی که نمیشه به اصالت و صحه تمسک بشه رو اینجا آوردیم که این موارد رو وقتی که مطالعه و ملاحظه بفرمایید، این بحثی که الان با همدیگه داشتیم این روشن‌تر میشه. ما یه مواردی نمیتوانیم به اصالت و صحه تمسک بکنیم. کجاها نمیشه به اصالت و صحه تمسک کرد؟ کجاها جای تمسک به اصالت و صحه نیست؟ یک موردی که ذکر کردیم جایی که مخصص لبی داشته باشیم. مخصص لبی من قبلا توضیح دادم خدمت شما، گفتم که ما گاهی وقتا کلام ظاهرا اطلاق داره، اما ما با توجه به یک در واقع حکم عقل یا با توجه به در واقع قضاوتی که عرف داره و حکمی که عرف داره میدانیم که این اطلاق مد نظر نیست. این اطلاق با اطلاقیتش لحاظ نشده. اینجا بهش میگن مخصص لبی، میگن اینجا مخصص لبی وجود داره. مخصص لبی یعنی یه مخصص عقلی، یه مخصصی که لب یعنی در کلام عرب یعنی عقل، اولوالالباب صاحبان عقل. خب اینجا میگیم هرچند برخی از حقوقدانان هر نوع شک باعث تردید در عقد بشه، چه شک در ارکان و شرایط باشه، چه شک در ارکان باشه، چه شک در شرایط و چه شک در موانع، گفتن آقا اصالت و صحه همه این موارد رو شامل میشه. ماده مورد بحث در قانون مدنی هم اطلاقش همین رو میگه که عقد محمول بر صحته و باید اون رو حمل بر صحت بکنیم مگر اینکه فسادش آشکار بشه. بنابراین اینی که در چه چیز عقد شک داریم رو قانونگذار چیزی نگفته. بنابراین شک در ارکان باشه، شک در شرایط باشه، شک در مانع باشه، اینها فرقی نداره. در همه اینجا اصالت و صحه جاری میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ماده 222 میگه هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است. دیگه نگفته شک شما در ارکان باشه یا شک شما در شرایط باشه یا شک در موانع داشته باشید. اینا میگن اطلاق داره. دسته دوم میخوان این رو بگن که درسته که این ماده اطلاق داره، درسته که این ماده اطلاق داره و اطلاقش حتی شک در ارکان عقد رو هم شامل میشه، اما شک در ارکان عقد یعنی شک در این که اصلاً ترازی واقع شده یا نشده. اینجا اصلا عقلاً جایی که شما شک دارید که توافق شده یا نشده، عقل نمیاد بگه که این رو حمله بر صحت بکنیم و آثار برش مترتب بکنیم، چون اصل ترازی مشکوکه. اصل ترازی چیه؟ مشکوکه. اصل این که اصلا عقدی واقع شده مشکوکه. اینجا میگن به همین خاطر این رو اگر بخوایم تعبیر اصولی ازش داشته باشیم میگیم که اطلاق رو
اون در واقع حکم عقل تخصیص میزنه که میگه باید یه ماهیتی مفروض باشه، ما شک داریم که حالا این ماهیت صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده، شرایط رو داشته یا نداشته. اگر اصل وقوع مشکوک باشه، خب جای چیه؟ شما بگید. جای استصحاب عدم هست. یعنی اصل عدم جاری میشه در جایی که شما نسبت به اصل ترازی و اصل تحقق ماهیت عرفی شک داشته باشید. پس اصالت و صحه جایی است که وقوع ترازی مفروغ عنه، وجود ماهیت عرفی قرارداد مفروغ عنه. شک ما در اینه که آیا این ماهیت عرفی که محقق شده در خارج اون شرایط مد نظر قانونگذار رو دارد یا ندارد. یعنی شک ما در اینه که این وجود عرفی دارای شرایط مد نظر قانونگذار هست یا نه. در اصل وجود عرفی، در وقوع ترازی بین طرفین ما شکی نداریم. شک در این اجزا و شرایطه. اینجا آوردیم هرچند برخی از حقوقدانان هر نوع شک که باعث تردید در عقد شود، اعم از شک در ارکان و شرایط و مانع را مشمول این ماده دانستند، ولی اکثر حقوقدانان اعتقاد به عمومیت این اصل ندارند. برخی انواع شک در ارکان عقد در ارکان عقد خارج از قلمرو اصل صحت دانستند و برخی دیگر این استثناء را محدود به وقوع ترازی دانستند. یعنی ببین حالا اینجا برخی گفتن اگر شک در ارکان داشته باشی جای اصالت و صحه نیست. برخی گفتن اگر شک در ترازی داشته باشی جای اصالت و صحه نیست. ولی ببینید اینا به یک قدر مشترک برمیگرده. ما باید ببینیم اون وجود عرفی مشکوک هست یا نه. به این خاطر ما ادامه رو قبول داریم و باقی شروط را مشمول اصل صحت کردن. عده‌ای نیز این استثناء را محدود به عدم تحقق ماهیت عرفی عقد کردن. شما اگر شک در ارکان عقد داشته باشید، اگر عرفاً دیگه به اون بین نگن، این اصالت صحه جاری نمیشه. یعنی باید وجود عرفیش مفروض باشه. اگر شک در وقوع ترازی داشته باشی یعنی شک در وقوع عرفی عقد داری، میشه بگیم این عنوان صحیح و جامعیه. میگه هر نوع شکی که برگرده به شک در عدم تحقق ماهیت عرفی، این اصالت صحه اونجا جاری نمیشه. اما در سایر امور ما اصل صحت رو جاری میدانیم، زیرا اصل صحت زمانی در عقود محل اجرا دارد که به استناد ماده 223 قانون مدنی معامله واقع شود. ببینید ماده 223 میگفت هر معامله که واقع شده باشد، هر معامله که واقع شده باشد. بنابراین معامله باید واقع شده باشد عرفاً. شما در سایر چیزاش شک بکنید که بعد میگیم اونجا جای اصالت و صحه است. ولی اگر در وقوع خود معامله شما شک داشته باشید اونجا جای اصالت و صحه نیست. اینجا رو دقت بکنید، زیرا اصل صحت زمانی در عقود محل اجرا دارد
که به استناد ماده 223 قانون مدنی معامله واقع شده باشد، یعنی وجود عرفی معامله دیگه مشکوک نباشه، اونجا جای تمسک به اصالت و صحه هست. این یک استثناء شد. بنابراین گرچه ما میگیم که اطلاق داره ظاهر ماده 223، اما میگیم اینجا یه مخصص لبی وجود داره. هر معامله منظور همه معاملات نیست، همه معاملاتی که وجودش چیه؟ مفروضه. اگر شما به همین واقع شده باشد، همین رو اگر بپذیرید، دیگه اینجا مخصص لبی چیه؟ نیست. مخصص لبی چیه؟ نیست. یعنی ما اگر اینجا بپذیریم که در خود قرارداد ما قرینه داریم، اینجا دیگه از باب مخصص لبی نباید اون رو لحاظ بکنیم. دقت فرمودید؟ اینجا بنابراین من اضافه میکنم که در این صورت باید گفت که در خود این ماده قرینه لفظی وجود دارد و نوبت به مخصص لبی نمیرسد. ما دیگه اصلا اینجا مخصص لبی جایی که اطلاقی باشد. اگر بگیم اصل صحت در واقع مربوط به جایی است که وجود عرفی باشد، چون در خود ماده 223 آمده که معامله واقع شده باشد، یعنی این قرینه معامله واقع شده باشد هست، میگیم در این صورت باید گفت که در خود این ماده قرینه لفظی وجود دارد و نوبت به مخصص لبی چیه؟ نمیرسه. خب این از در واقع استثنای اول، مخصص لبی، اونم در صورتی که قرینه لفظی رو ما در کلام قبول نداشته باشیم. اگر قرینه لفظی رو در کلام قبول داشته باشیم، اینجا در واقع ما دیگه مخصص لبی نداریم و باید بگیم که با استناد به این قرینه لفظی از همون ابتدا اطلاقی دیگه منعقد نمیشه که بخوایم با مخصص لبی اون رو تخصیص بزنیم. پس این شد استثنای اول. استثنای اول در رابطه با استناد به اصالت و صحه، که خود همین استثنای اولم با یه تعبیری دیدیم که اصلا استثنایی هم وجود نداره. مورد دوم اصل مثبته. جلسه قبلم در رابطه با اصل مثبت بحث داشتیم. اینجا گفتیم در این که آیا لوازم خارجی صحت عقد که بهش میگن مثبتات، یعنی اون مثبتات عقد، اون چیزایی که عقد خارج از خودش رو میخواد اثبات بکنه، یا مثبتات، اون چیزایی که اثبات شدن، با اجرای این اصل سوال اینه آیا این مثبتات عقدم احراز میشن یا باید اصل رو ویژه آثار حقوقی شناخت که اختلاف وجود دارن. یعنی آیا اختلاف وجود دارد، یعنی آیا
اصل صحه فقط مربوط به اینی که بگه که این صحیح یا فاسده، یا لوازم خارجی رو هم اثبات میکنه. مثلا در واقع اگر شما میگید که به فرض اگر عنوان بشه که در صورتی که عقد صحیح باشه شما باید فلان تعهد رو انجام بدید، اون انجام دادن فلان تعهد لازمه صحت این عقده. اصالت و صحه فقط میگه این عقد صحیحه، دیگه حکم نمیده که پس باید فلان تعهد رو چیکار بکنی؟ انجام بدی. یه مورد اصل مثبت همین بحث بلوغی بود که ما مطرح کردیم. ببینید شما در واقع با اصالت و صحه اگر معامله‌ای که بالغ انجام داده یه وقت شک داریم که این بالغ بوده یا بالغ نیست، میگیم که خب بلوغش رو احراز بکن ببین که معاملش صحیح هست یا نه، این دیگه رفتی به اصالت و صحه نداره. یه وقت شما میگید که خب ما در معامله بلوغ شک در این داریم که آیا معامله بالغ صحیح هست یا نیست. خب اصل بر صحت، پس ثابت میشه که فرد بالغ بوده، این میشه اصل مثبت. یا مثلا در معامله نیابتی ما بگیم که آیا این معامله‌ای که من بدون اینکه نیابت داشتم، من یا نیابت داشتم یا نداشتم، این معامله غیری که انجام گرفته شک در صحتش داریم، بگیم با اصالت و صحه حکم به صحت معامله میکنیم و نتیجه میگیریم پس در شک بین نیابت داشتن یا نداشتن باید بگیم نیابت داره. این میشه اصل مثبت. اینجا گفتیم که در این که آیا لوازم خارجی صحت عقد نیز با اجرای این اصل احراز می شود یا باید اصل را ویژه آثار حقوقی شناخت، اختلاف وجود دارد. اثر اصل صحت صحیح دانستن عقدی است که این اصل بر سرنوشت آن حاکم است. با وجود این اصل به تردیدهایی که در مورد وجود یا عدم شرایط لازم برای تشکیل عقد وجود دارد نباید اعتنا کرد. بله، شک داری که میدونی عقدی واقع شده، شک داری که شرایط رو داره یا نداره، شما اصلا در واقع شکی که داری به این موارد اعتنا نمی‌کنی، چون شک در اینه که عقد صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده. تمام آثار حقوقی رو بار می‌کنی میگه صحیح واقع شده، اما آثار لوازم عقلی یا عادی یا طبیعی وابسته به این عقد با این اصل ثابت نمیشه. لازمه عقلی صحیح دانستن این معامله اینه که بگیم طرف چه بوده؟ طرف دیوانه نبوده. لازمه طبیعی یا لازمه عادیش اینه که بگیم طرف نایب بوده، نه اینکه نیابت نداشته. اینا دیگه لوازم عقلی طبیعی و عادی، پس بالغ بوده، معامله صحیحه، پس دیوانه نبوده. این پس رو دیگه با اصل صحت نمیشه چیکار کرد؟ نمیشه با اصل صحت ثابت کرد. و ما در واقع در معامله بالغ و شک در این که معامله رو بالغ انجام داده یا نه، موضوع شک ما مستقیما اینه که معامله رو بالغ انجام داده یا نه. شک در صحت و فساد مترتب بر اینه که بفهمیم بالغ بوده یا نبوده. ما ابتداعاً موضوع شک ما این نیست که عقد صحیح واقع شده یا نه، موضوع اینه که بالغ بوده یا بالغ نبوده. خب حالا اگر شما بگید که آقا من موضوع شکم همون ابتدا اینه که عقد صحیح واقع شده، خب حالا از این حکم به صحت احراز میکنم که
بالغ پس بوده، میگیم چون اصل بر صحته پس معامله رو بالغ انجام داده، این میشه اصل مثبت. چون معامله صحیح واقع شده پس نتیجه میگیریم که کسی که معامله رو از طرف دیگری انجام داده نیابت داشته، این میشه اصل مثبت. میگه با اصل فساد، اصل صحت نمیشه اون لوازم عقلی طبیعی و عادی رو چه کار کرد؟ ثابت کرد. بنابراین شما اینجا اصل صحت بخوای جاری بکنی سر خود رو کلاه گذاشتی، چون میگی معامله در اینجا اگر شک شما فقط شک در این باشه که این معامله‌ای که صحیحاً واقع شده، آیا این معامله‌ای که وقوع عرفی دارد آیا صحیح هست یا نه، شک شما در اینه. در حالی که اگر شما شک در بلوغ داشته باشید، شک در نیابت داشته باشید که آیا اصلا به نیابت انجام شده، بالغ بوده، اینی که معامله عرفی برای من ایجاد شده باشه در خارج، خود این مشکوکه. یعنی جایی که من شک دارم که معامله به نیابت از دیگری، معامله که برای دیگری هست نیابت وجود داشته یا نداشته، در واقع شک به این برمیگرده که آیا معامله برای دیگری، این برای دیگری وقوع عرفی داشته یا نداشته. در معامله بالغ شک در اینه که آیا این معامله رو یه فرد غیر بالغی انجام داده و عرفاً معامله وقوع عرفی نداشته یا نه معامله رو بالغ انجام داده و وقوع عرفی داشته. بنابراین میشه گفت شک شما، عرض کنم حضور شما، شک شما شک در اون وقوع عرفیه هست. حالا اگر شما بگید ما اصلا به بلوغ و نیابت توجه نمی کنیم، میگیم ما در اصل وقوع، در اصل ترازی شکی نداریم، ما اصلا به نیابت و به بلوغ توجه نمی کنیم، میگه ما شک داریم این عقدی که واقع شده صحیح هست یا نه. اگر حکم به صحت کردیم نیابت رو هم باش احراز میکنیم، بلوغ رو هم باش احراز میکنیم، میگه این میشه اصل مثبت. بنابراین هر طوری که شما لحاظ بکنید، اگر معامله شک در معامله داشته باشیم که اون معامله بخواد موضوع شک مستقیما چیزی غیر از فساد و صحت باشه، جای اصالت و صحت اونجا نیست، چون مرحله قبلش باید اون امر، اون شبهه موضوعی چیه؟ ثابت بشه. اگرم ثابت شد دیگه شکی برای شما باقی نمیمانه. اما اگر در اون موارد شما بخواید بیاید امر موضوعی رو توجه بهش نکنی، اصالت و صحت رو جاری بکنی و بعد نتیجه بگیری که اون امر موضوعی هم وجود داره یا نداره، فارغ از این که در اینجا اصل صحت همون ابتدا جاری نمیشه، چون یه همچین شکی در واقع شک در وقوع عرفی معامله هست. اگر بخواید با اینها بلوغ و نیابت رو ثابت بکنید با اصل صحت، اصل صحت میشه یه اصل مثبت. اصل صحت نمیتوانه لوازم عقلی یا عادی خودش رو ثابت بکنه، چون میشه اصل مثبت. حالا سوالی که مطرح هست اینه که آیا اصل صحت یه اصل عملی است؟ ببینید، اصل عملی یعنی جایی که ما دلیل نداریم برای رفع تحیر و سرگردانی قانونگذار
گفته حالا در مقام عمل شما مثلا استصحاب کن، شما احتیاط کن، شما براءت جاری کن. به این میگن اصل عملی. یعنی اصل عملی موردش جاییه که ما دلیل نداریم. در مورد ماهیت اصل صحت در عقود در میان اصولین اختلاف آرا وجود دارد. برخی آن را اصل عملی، گروه دیگر اماره میدانند. ببینید اماره مثل ید که اماره مالکیته. ببینید یه مرحله ضعیفتر از دلیله. سند رسمی دلیل بر مالکیته، اما ید اماره مالکیته. اماره یه پله از اصل عملی بالاتره، یه پله از دلیل پایین تره. خب منشأ این اختلاف فقدان نص خاص معتبر در مورد آن و متکی بودن این اصل به بنای عقلا و ضرورت حفظ ثبات و نظام در روابط مالی اشخاص است. در فقه علت این اختلاف اینه که نص خاص معتبری ما نداریم. اگر گفتن که اصل بر صحته، آمدن به بنای عقلا و ضرورت حفظ ثبات و نظام در روابط مالی اشخاص استناد کردن. حقوقدانان ما هم بسیاری به تبع از اصولیین آمدن وارد اختلاف شدن که حالا برخی قائل به اصل عملی شدن و برخی اون رو اماره دانستن. اما ببینید با توجه به ماده 223 برخلاف فقه که نص خاص معتبری وجود نداره که بگه اصل بر صحته، در قانون ما قانونگذار اصل صحت رو بیان کرده. بنابراین اصل صحت در واقع یک دلیل لفظی است، منتها این دلیل ما یک دلیلی نیست که عرض کنم حضور شما واقع رو 100% به ما نشان بده. یک دلیلی است که در اون شرایط ما می توانیم بهش استناد بکنیم، شرایطی که هنوز واقع برای ما محرز نیست و امکان اثبات خلافش هم چیه؟ هست. بنابراین ما میگیم که با وجود ماده 223 اصل صحت رو باید از امارات شمرد و حدود اعتبار اون رو با لحاظ عبارت این ماده به دست آورد. یعنی شما وقتی که میگید از در واقع دلیل داریم، دایره استناد به این دلیل بستگی داره به حدودی که در این الفاظ بیان شده. دیدید که من با توجه به ظاهر ماده 223 گفتم خود این معامله گفته هر معامله که واقع شده باشه، بنابراین اصلا وقوع معامله باید محرز باشه. محمول بر صحت است، نگفته که فعل خود یا دیگری، بنابراین اطلاق داره. پس ما چون دلیل داریم حدود و ثغور این قاعده را از این دلیل میفهمیم. مفاد این اصل یکی از احکام کلی و از قواعد حقوقی است و نمیتوان اون رو از اصول عملی دانست. اصل عملی نیست، اماره است. یه اماره‌ای که از اون دلیل ضعیفتره و رتبه‌ش هم از مقدم بر اصول عملی است. اگر اصل صحت اماره باشد بر اصول عملیه مقدم است. از این رو هرگاه پس از عقد تردید شود که آیا مبیع نزد خریدار معلوم بوده یا مجهول و در نتیجه عقد صحیح بوده یا فاسد، با اینکه اصل عدم علم خریدار به مبیع، وقتی میگیم اصل اینه که خریدار علم به مبیع نبوده پس عقد فاسد هست، اما به لحاظ مقدم بودن اماره بر اصل باید عقد رو صحیح دانست. این رو بعضیا گفتن، حالا با توجه به توضیحی که خدمت شما دادم روی این عبارت خیلی حساب نکنید. یعنی اینجا هم که شما میگید
اگر شک بکنیم که آیا مبیع نزد خریدار معلوم بوده یا نه، استصحاب میشه، میگیم معلوم نبوده. حالا پس فاسد هست، اینم خودش میشه یه اصل مثبت. یعنی اینجا در واقع اگر اصل مثبت رو بپذیریم میشه بگیم که نتیجه اصل عملی فساده، در حالی که نتیجه اصالت و صحه چیه؟ صحته. اینجا شما یه اصل مثبتی توی دایره استصحاب جاری کردید. اگر این اصل عملی رو در واقع قبول داشته باشیم، میگیم که اگر اگر اصول عملیه، اصل صحت بر اصول عملیه مقدمه. مطابق اصول عملی شما وقتی که شک در معلومیت مبیع نزد خریدار داشته باشید، استصحاب عدم معلومیت میشه و نتیجه میشه که عقد فاسده. این نتیجه شدن اصل مثبته. اگر این اصل مثبت رو بپذیری، شما اگر از در واقع از اصالت و صحه نباشه، باید مطابق اصول عملی حکم به فساد بکنیم، در حالی که در واقع چون اصل صحت اماره است و مقدم بر اصول عملی است، ما باید بگیم عقد چیه؟ صحیحه. شما اگر اصل صحت رو اماره ندانید و اصول عملیه بدانید، باید بیاید بحث بکنید که اینجا بین استصحاب عدم صحت و اصل صحت چی میشه؟ تعارض ایجاد میشه و در این تعارض باید دلیل بیارید که چرا اصالت و صحه مقدم میشه. بنابراین این بحث در واقع بحثیه که باید بهش توجه بکنیم. انشاءالله جلسه آینده بحث ما راجع به ماده 224 قانون مدنی هست. ما بحث راجع به ماده 223 رو به پایان بردیم. این قسمت آخر اگر یه اصلاحاتی رو انجام دادم، جلسه آینده خدمت شما عرض خواهم کرد. والحمدلله رب